سلام. امروز میخوام درباره کتابی باهاتون صحبت کنم که موضوعشو همه شما دوست دارید. نه تنها شما، همه مردم جهان دوست دارن. داستان واقعی فرار از کره شمالی که نویسندش خانم لی هستن و داستان واقعی فرار خودشون نوشتن. کتابی با نام دختری با 7 اسم. توی این کتاب میتونید اختلاف طبقاتی، طبقه بندی کره شمالی رو ببینید که توی چه طبقاتی مردم کره شمالی زندگی میکنن، سختی‌های فرار از کره شمالی و همه این موضوع رو توی این کتاب آوردن. و نکته جالب این کتاب اینه که خانم لی اصلا توی طبقات پایین و توی اردوگاه‌های کره شمالی نبودن. تقریبا خانواده به نسبت مرفه بودن و ایشون تصمیم میگیره از کره شمالی فرار کنه و در نهایت با تمام سختی‌ها، تغییر اسم‌هایی که 7 بار انجام میشه و در نهایت میرسه به کره جنوبی. واقعی بودن داستان و اینکه داستان درباره کره شمالیه که تقریبا هیچی ما ازش نمیدونیم، این کتاب رو از همه لحاظ برای شنونده عمومی جالب کرده. خانوادهشون در نزدیک مرز چین زندگی میکردن که خانواده‌ای بودن که مادرشون قاچاق لوازم از چین به کره شمالی انجام میداده و از آدم‌هایی بوده که تقریباً به نسبت توی کره شمالی آدم‌های مرفه حساب میشن. ولی ایشون تصمیم میگن برای بهتر شدن زندگی از اون شرایط سخت فرار کنن. توی کتاب توضیحات درباره ساختار کره شمالی و زندگی سختی که مردم کره شمالی دارن گفته شده و شما میتونید از شرایط داخل کره شمالی با خوندن این کتاب تقریبا خیلی زیاد آگاه بشید که چه شرایطی توی کره شمالی حاکمه. ایشون بعد از رسیدن به کره جنوبی، بعد از تمام سختی‌ها، البته من خیلی راحت میگم که بعد از رسیدن، ولی خیلی سختی کشیدن تا رسیدن به کره جنوبی، عدم اعتماد در کشورهای مختلف و عدم اعتماد فراری‌های کره شمالی کاملا توی داستان مشخصه و وقتی میرسن به کره جنوبی و بعد از اونم آمریکا، البته خانواده خودشون رو که مادر و برادرشون باشه رو میارن. خیلی نکته جالبی که داره اینه که مادر و برادر ایشون خیلی راحت نیستن در شرایط بیرون از کره شمالی. فراری دادن مادر و برادرشون از کره شمالی خودش داستان جالبی داره و اینکه وقتی میرسن به پیش این خانم لی، بعد از چند وقت دلتنگ کره شمالی میشن مجدد. این هم خودش از نکات جالب کتابی که نشون میده بعضی از افرادی که توی کره شمالی هستن عادت کردن. البته خب برادرشون نامزدشون توی کره شمالی بودن و ممکن بود به خاطر این فرار اتفاق توسط حاکمیت برای خانواده نامزدشون بیفته که اون هم یکی از نگرانی‌ها بوده که برادرشون میخواد دوباره برگرده به کره شمالی. داستان این کتاب خیلی جالبه و این واقعی بودنش و درباره کره شمالی بودنش که دیگه باز جذابیت داستان رو خیلی بیشتر میکنه. اگه دوست داشته باشید میتونید کامنت بذارید. اگه تعداد کامنت ها زیاد بشه من سعی میکنم خلاصه کتاب رو از ابتدا تا انتها براتون توی یک ویدیو آماده کنم و بذارم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لایک کنید، شیر کنید و منو سابسکرایب کنید که کتاب های جالب در موضوعات مختلف براتون دارم. مرسی.